2 ماه پیش که اینجا بودم سر کرمان گفتم اسرائیلی ها به دلایلی که همون موقعم توضیح دادم دارن میزنن. حالا بعضیا میگن میزنه که ما رو بکشه تو جنگ، بعضیا میگن نه اینجور نیست. من توضیح میدم. اون میزنه بر اساس منطق نظامی و منطق عرف جامعه. شما اگر نزنی دوباره میزنه، بیشتر، بالاتر. همون موقع من گفتم اگر بزنی مساوی بزنی، حتی یه پله بالاتر هم بزنی، او 2 پله بالاتر رو خواهد زد که زد. نفر سوم نیرو قدس کنسولگری رو زد. چرا؟ بر اساس یک راهبرد. این تاکتیکش نیست. این که بگیم میخواد بزنه دل داخلشون رو خوش کنه که ببین من زدم، نه این نیست. بر اساس راهبرد، چون ریسک جنگ داره وقتی که همچی کاری میکنی، شوخی نیست. این راهبردشه. راهبردش هم دلیل داره. حالا من توضیح خواهم داد. این شما همون روز گفتم شما نه یه پله 2 پله بالاتر، باید 10 پله بالاتر، چسبیده به خط جنگ تمام عیار، چسبیده بهش، نه جنگ، چسبیده به اونو بزن. چرا؟ اگر شما یه پله 2 پله بالاتر بزنی 100% در اساس راهبردش میاد بالاتر رو میزنه. انقدر میزنه تا به چسبیده به خط جنگ و خودش بزنه برات که تو مجبور شی وارد جنگ شی. اما اگر چسبیده به خط جنگ زدی، نه اینکه 100% دیگه نمیاد، 50-50 است. بهتر از اینه که هر کار دیگه ای شما بکنی، نزنی، بزنی، مساوی بزنی، همیشه میزنه. او قطعا میزنه. خب Don't forget to like, subscribe and ring the bell. We are waiting for your comments.